طبق بخشنامه موریخ چهارشنبه 21 آبان ماه، وزارت کشور به دفاتر کفالت اعلام کرده است دارندگان برگه سرشماری در افغانستان می توانند برای پیوستن به خانواده خود به ایران در صورت داشتن نسبت به فرد مقیم ایران درخواست ویزا ارائه دهند. گروه های واجد شرایط: 1. همسر و فرزندان زن ایرانی. 2. همسر مرد ایرانی. 3. همسر و فرزندان دارندگان پاسپورت خانواری یا اقامتی. 4. همسر و دارندگان کارت آمایش. شرایط صدور ویزا: 1. درخواست باید توسط فرد مقیم یعنی همسر یا والدین از طریق دفاتر کفالت ثبت شود. 2. متقاضی نباید سابقه اخراج، رد مرز یا حکم قضایی داشته باشد. 3. این طرح فقط ویژه کسانی است که برگه سرشماری داشتند ولی ایران را ترک کرده اند. قابل ذکر است که در بخشنامه حرفی از عقدنامه گفته نشده. قانونا شما اگر عقدنامه رسمی محضری یا از دفتر محقق و سفارتی داشته باشید مورد قبول است، اما احتمال دارد که در برخی دفاتر فقط عقدنامه سفارتی را بخواهند. پس از دیدن کامل این خبر اگر واجد شرایط بودین به دفاتر خود مراجعه نمایید.